بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیو قبلی ما قسمت پروفایل ادویه فروشی را دیدیم و قسمت بعدی که از بخش امپورت اکسپورت است یا مو بکپ دیتابیس موجود است. میشه در صورت از اینکه سیستم اعتبار نداره باید روزانه یا میشه که حداقل روزانه باید بکپ گرفته شود در ختم روز. که در این قسمت شما بیاین در قسمت اکسپورت دیتابیس کلیک بکنین. وقتی روی شما کلیک بکنین بر شما یک پیام میده که بکپ ایجاد شده و در بک‌گراند یا در بک‌گراند میشه بگوییم، یعنی کاری است که چی نداره، تداخل نداره با کار شما، چون یک در بک‌گراند نباشه باز چیز کار نمیکنه، اپلیکیشن کار نمیکنه. بر شما یک پیام میده که بکپ ایجاد شده گرفته میشه و این بکپ در کجا ذخیره میشه. در روی دسکتاپ وقتی شما بیاین اینجا یک فولدر میندازه به نام دی بی بکپ و این فایل به شکل انکریپت شده برای شما اینجا میندازه. حالا به گونه مثال ما اگر مثلا بخوایم که یک تغییرات جزئی را اگر ما مثلا فکر بکنیم در قسمت از این می نام از این مثلا تغییر میدیم، نمبر تلفن مثلا ما چی میکنیم اپدیت میکنیم به یک نمبر جدید سیو میگیم و همچنین در قسمت مصارفات می یک مصرف جدید اضافه میکنیم به شکل امتحانی که ما ببینیم که دوباره بکپ ما را وقتی که ما امپورت میکنیم ببینیم که این چی نیسته، بکپ قبلی ما نیست. حالا ما مثلا اگر ببینیم یعنی مصرف به شکل امتحانی ما چی کردیم، ذخیره کردیم به نام تست. یعنی حالا ما چی میکنم، میرم بکپ فکر بکنید اگر من روز قبلی گرفته باشم یا یک ساعت قبل گرفته باشم او بکپ از سیستم امپورت میکنم یا مثلا هر وقتی که خواسته باشم ببینم. میشه که شما از فعلا یک چی بکنین اکسپورت بکنین که هم حالت فعلی داشته باشین دمو فایل دمو فولدر دی بی اندرسکور بکپ در روی دسکتاپ که است دو بر شما یک بکپ نو ایجاد میکنه و میتونین که این بکپ فعلی را که شما امپورت کردین روش کار کردین یا دیدین از روز قبلی بود ببینین که کدام کارا صورت گرفته و میتونین دوباره همین بکپ را شما امپورت بکنین. ما چه کردیم قبلا یک بکپ گرفتیم از طریق اکسپورت دیتابیس و حالا میخوایم دوباره ما امپورت بکنیم. شما فعلا ببینید که حالت فعلی از این مثلا ما سری کار در بخش اکسپنس داریم، تست است، الکتریسیتی است، کار رنت است و همچنین در قسمت پروفایل ما تغییرات آوردیم، یک اس اضافه داشتیم پاک کردیم. حالا در قسمت امپورت وقتی بیایم فایل بریم انتخاب بکنیم از قسمت دسکتاپ بکپ این انتخاب بکنیم فایل را و روی بتن امپورت کلیک بکنیم امپورت دیتابیس. برای ما میگه که دیتابیس به شکل موفقانه چی شد، امپورت شد. به شکل بر شما وقتی پیام بده به این معنی است که امپورت شده. ما در بخش اکسپنس که میایم میبینیم که یک ریکارد به نام تست داشتیم و از بین رفته به خاطر که بود او چی بود در ریکارد قبلی ما بود. حالا بکپ ما امپورت شدم چون در قسمت پروفایل اگه ما شما بریم پروفایل هم میبینیم که یک اس داره که ما قبلا بکپ گرفته باشیم. به این معنی است که بکپ ما به شکل موفقانه چی شده صورت گرفته.